خدا من نگفتم عزیز. خفه شو. بس کی گفته؟ عزیز نگاش کن، اگه بابا زنده بود تو جرأت داشتی اینجوری به من فحش بدی؟ من فحش دارم؟ آقا تو حرف بزن. چطوری؟ خفه شو. این فحشه؟ نه فحش نیست. فردی تو الان بزن تو دهنش داره فحش میده. من به حق حرف میزنم. خفه شو فحش نیست. 4 متر برادر دارم، یه جا احترام توی خونه ندارم. به خدا خسته شدم. خدا منو بکش از دست این دختر راحت شم. با این دختر داغ دوتا عزیز رو دیده، گناه داره. من داغ ندیدم آخه. این فرزاد بدبخت داغ ندیده، حیوان آخه، نفهمه، بی غیرته، بی کس و کاره، داغ ندیده. ببینم تو چرا میخوای تاثیرگذار حرف بزنی؟ به من فحش میدی؟ من کی فحش دادم؟ همین الان نمیگی بی غیرته بیدانه. بابا خفه شو. همین الان داری فحش میدی. تا 30 ثانیه پیش فحش نبود، خفه شو. الان یهو فحش شد. من هرچی دارم احترام میگم مثل که بیشتر دارم. بارا دهنتو ببند. تو به این زندگی احترام از بین رفته. خب اونایی که دنبال اسم این فیلم بودن